سلام. امروز میخوام در مورد یه مسئله مهم باهاتون حرف بزنم. اینکه چطور شکرگزاری رو به معجزه تبدیل بکنیم. خیلی‌ها میگن شکر بگو معجزه میاد. ولی کمتر کسی میگه که بعد از شکرگزاری چگونه باید رفتار بکنیم. چطور باید فکر بکنیم تا بتونیم این شکرگزاری‌ها رو به معجزه تبدیل بکنیم. من وقتی شروع کردم به شکرگزاری، اول برای داشته‌هام شکر میگفتم. برای خونه‌ای که داریم، برای سلامتیم، برای خانواده‌ام، برای لبخند کوچیک روزانه شکر میگفتم. ولی یواش یواش این حس زیبای سپاسگزاری در درون من باعث شد که من برای نداشته‌هامم شکر بگم. برای اون آرزوهایی که توی قلبم داشتم و اتفاق نیفتاده بود. فقط فکر می‌کردم همین نزدیکی هاست. زمانش مشخص نیست، ولی یه ندایی درونم انگار میگفت همین نزدیکی هاست، قرار اتفاق بیفته. برای اونا هم شکر میگفتم. اگر تا اینجای ویدیو با دلت اومدی، اگر یک بارم شده برای داشته‌هات و نداشته‌هات شکر گفتی، تا آخر ویدیو همراه من باش که این شکرگزاری‌ها رو بگم چه جوری به معجزه توی زندگی تبدیل بکنی، چه جوری معجزه وارد زندگیت میشه. منو سابسکرایب کن. قراره که اینجا با هم پله به پله بریم جلو و زندگیمونو پر از معجزه بکنیم. وقتی برای داشته‌هات و نداشته‌هات شکر گفتی، اون موقع باید یاد بگیری که اعتماد کنی، باور کنی، صبر کنی و رها بکنی. دیگه کاری نداشته باشی که زمانش کیه، چه جوری این اتفاق میفته. باید بسپاری به جهان هستی، خودش به وقتش برات میاره توی زندگی. من دقیقاً معجزه رو اونجایی دیدم توی زندگیم که رها کردم، اعتماد کردم و باور کردم. شکرگزاری شروعه، ولی معجزه توی باور کردن و رها کردن و صبر کردن. اگر دقیقاً توی همین نقطه هستی، یکم دیگه آروم باش. معجزه به قشنگی وارد زندگی میشه. توی ویدیوهای بعدی در مورد قدرت ذهن، در مورد چطور رها بکنیم بیشتر با هم صحبت